خب دوستان عزیز، برای درست کردن رمز دوم شما وارد این 3 خط میشید و روی نام کاربریتون رو تاچ میکنید. اسکرول میکنید صفحه رو به سمت پایین و این قسمت باکس آخر سکندری پسورد رو روی ست تاچ میکنید. توی باکس اول رمز ورودتون رو که موقع ثبت نام ثبتش کرده بودید رو وارد میکنید. خب توی باکس های بعدی رمز 4 رقمی مورد نظرتون رو وارد میکنید و تاییدش میکنید و سابمیت رو میزنید. به همین راحتی رمز دوم شما درست شد.